Oh, yeah. Thank you very much. من یک دانشمند هسته‌ای هستم و این هم کتاب رساله مقام عظماست که راجع به احکام هسته توش نوشته. اوه عجب قیافه ضد نظام محارب مسلکی داری. من که اصلا نفهمیدم تو میخوای منو بکشی. اصلا نگفتم تو با اون تیپ ماتریکسیت میخوای منو بکشی؟ بابا هر مکانی و هر قتل جایی دارد دیگه. بابا آقا اینجا هم جای تو میخوای دانشمند هستی نظام جمهوری اسلامی رو بکشی؟ کجا خورده بود؟ Thank you. Ladies and gentlemen, سیدی و ساداتی. I am Dr. جعفر هدلس، یعنی جعفر بیکله. وی به حول و قوه قلمی میک کردیم یه بمب اتم با استفاده پیس آمیز، یعنی صلح آمیز. در مسیر دستیابی به دیس بمب استکبار کیل می مرات عدیده. اگه بخوام در یه سنتنسز بگم دیس بمب میتونه میدل ایست رو تبدیل به میدل نیست بکنه. Yes. Thank you very much. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. Wow. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. خبرنگاران عزیز، در جلسه بعدی سر آغاز طرح حجاب و عفاف در لندن صحبت کنیم. آی دکتر، ماشینتون آماده است. ای برادری که تحریش سفارتی داری است، برو توی ماشین بشین، کولر رو روشن کن، الان من میام. کمی درباره شرکت شما چند بار میخواید ما رو توی این فیلم بکشین آخه؟ و اگه یه بمب اتم مینداختیم اینقدر که توی این فیلم کشت و کشتار شده کشت و کشتار نمیشد. متاسفم که نتونستم همراهتون بیام. به هر حال الان شما از دانشمندای خبرسازید. آره، خیلی هم خبرسازی. راستی تو چقدر شبیه آرنولدی. ناصرشونی؟ دستور دارم از این به بعد مواظب شما دوتا برادر باشه. تو رو خدا الکی به ما پیله نکن. بذار کارمونو بکنیم. البته ثبت بکا 3 روز تو لندن الان از ترس نرفتیم کارمونو بکنیم. بعد حالا یه محافظ برامون گذاشتن، تو قبول نداری؟ منظورت چیه؟ بابا عجب خری هستی تو. مگه اول فیلم ندیدی داش رو زدن تو دبلیوسی کشتن؟ بابا اصلا نمیخواد این قسمتش پخشه. آقا کات کن میگردم، من اصلا میخوام با آژانس برم. سریعا ببخشید، شما دربون وزارت اطلاعات نیستید؟ پس توی آژانس چیکار میکنید؟ حضور جناب عالی عارضم که آژانس ما با آژانس شما قرارداد همکاری دادن. منم جای راننده همیشگیتون خدمت رسیدم، البته با اجازه شما. این یارو ترتلز نینجایی کیه وسط خیابون؟ چرا وایسادی؟ چقدر صحنه خطرناک و وحشتناکی بود. پیاده شو. باشه. وای، نجم آرپیجی. یه لحظه فکر کردم آنجلینا جولی جلوم وایساده. آمپول!
نداد. من از آمپول میترسم. ای میشه برام مثل سعید امامی با آرسنیکی چیزی بکشید بابا. آخر من دستکش میکنه این که. ببین فقط این هواشو بگیرا، مردن ما هوا نگیره به پت پت بیفتیم وسط این. بابا تو رو خدا بیا زودتر این آمپوله رو بزن بابا. تو با این نگاه قاتلیت کشتار جمعی رو انداختی. قبل از اینکه آمپوله بزنی من دارم میمیرم اینجا. به به، میبینم که همه چی ردیف آماده است. از دشمنای باهوش و بازیگرای حرفه‌ای یه جورایی خوشم میاد. به به، منم از تریپ مقام عظمای ولایت خوشم میاد. علی تو که باید مرده باشی. تو که باید مرده باشی. تو فکر کردی نظام جمهوری اسلامی میذاره که ما دانشمندای هسته‌ای بمیریم؟ این نظام استکبار جهانیه که میخواد ما بمیریم. جمهوری اسلامی میخواد ما کشته بشیم. اسلحه‌تو بنداز وگرنه با فشار این دگمه بمبو فعال میکنم. جلاب سرنگ جون مادر دسته رو بنداز. تا اینجای فیلم جون سالم به در بردیم، الان بمب فعال میکنه هممون رو میترکونه میشیم کر مقام عظما. بنداز بمب هم که میدونی کجاست، نزدیکترین جا به مرکز هسته‌ای زیر ماشین علی تو پارکینگ. ماست بخوری پسر. گوره بابای مرکز هسته‌ای. اون ماشین ما هنوز قسطش تمام نشده، عدل گوشته زیر ماشین ما. پس اجازه بدید من برم. خیلی خوب، کنترل بذار اینجا، هر جا که میخوای بری برو، فقط حماقت نکن. شاید به قول شما من یه زن ضعیفی هستم ولی احمق نیستم. سر سلاحو بگیر اومد، سر سلاحو اومد. به جدت ما همچی فکر نکردیم. اصلا ما کی باشیم از این فکر بکنیم؟ اصلا آبجی تو رامبو دست از سر ما بردار. ما احمقیم که به تو گفتیم بیا تو این فیلم بازی کن. شلیک نکنید. نیست. شلیک میکنم. توالت خوبه؟ قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم. شما خودتون خوب هستین؟ خانواده خوب هستن؟ سلام ما رو برسونید خدمتتون. دستبوسن، سلامت باشین. شما چطورین؟ شما خوب هستین؟ میشه حالا شما روتون رو اونور کنین ما نتیجه گیری نهایی فیلم رو با بینندگان عزیز بکنیم؟ بینندگان عزیز، همونطور که در این فیلم طبیعی و بسیار بسیار تاثیرگذار دیدید، این استکبار جهانی و دشمنان نظام هستند که میخوان دانشمندای هسته‌ای ما رو بکشن. بنابراین در مصرف دانشمندای هسته‌ای نهایت صرفه‌جویی رو بکنید. این فیلم از اول تا اواخرش نشان اقتدار نظام جمهوری اسلامی بوده و است. اصلا آقای کاریان خستم، خیلی فیلم موفقی از آب در میاد.